سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه کارنامه سهمیه 5% هست. یه تعدادی از دوستان برای بنده ارسال کردن که یکی از مشاورین به نام در فضای مجازی در کانال تلگرامشون قرار دادن که همینطور که مشاهده می‌فرمایید دانش آموز با تراز 5289 در سهمیه 5% پرستاری نیم سال اول روزانه علوم پزشکی گراش قبول شده و با توجه به اینکه بنده سابقه زیادی در امر انتخاب رشته بچهای سهمیه ایثارگران دارم و همچنین مناطق، این کارنامه مطمئناً واسه سهمیه 5% نیست. یعنی حالا یا این مشاور عزیزمون دچار اشتباه شدن یا یک مورد دیگه هست که برای بنده زیاد پیش اومده. احتمالاً شاید با اعتراض دانش آموز سهمیه دانش آموز به 25% تغییر پیدا کرده. یعنی این مورد رو بنده امسال زیاد دیدم، یا سهمیه دانش آموز حذف شده که با وجود تراز خوب اصلا نتونسته رشته خوبی رو قبول بشه، یا سهمیه 5%ش با اعتراض و با استعلام از بنیاد شهید امور ایثارگران به 25% تغییر پیدا کرده. پس این تراز 5289 قبولی پرستاری روزانه گراش میتونه داشته باشه، اما در سهمیه 25%. در سهمیه 5% ما با این ترازها به هیچ عنوان قبولی پرستاری مامایی، هوشبری، اتاق عمل نداریم.